اگه هر روز به مدت 1 سال تخم مرغ آبپز بخوریم چه اتفاقی برامون میفته؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. خانه دوست. روز اول ممکنه که اصلا تخم مرغ آبپز دوست نداشته باشین، چون واقعا طعم و مزه خاصی نداره. اما چون مدتیه که احساس ضعف دارین و میدونین تخم مرغ سرشار از پروتئین، پس از سر ناچاری میخورینش. روز هفتم دیگه از مزهش بدتون نمیاد و اتفاقا هوس هم میکنین. همین که از خواب بیدار میشین دلتون میخواد تخم مرغ بخورین. بعد از 1 ماه دیگه احساس ضعف نمی‌کنین و هر روز سر حال از خواب بیدار میشین. همه اینها به خاطر اینه که زرده تخم مرغ ماده‌ای به نام لسیتین داره که باعث افزایش متابولیسم در کبد میشه و شما رو خوشحال‌تر میکنه. بعد از 2 ماه حافظتون خیلی بهتر میشه و راندمان کاریتون بالاتر میره. همینطور که لسیتین بدنتون بیشتر میشه، سلول‌های مغز مواد مغذی بیشتری دریافت میکنن. انتقال اطلاعات سریعتر اتفاق میفته و مغز سرزنده و پر انرژی میشه. از طرفی باعث کاهش فرسودگی مغز میشه و عملکردهای شناختیتون بهبود پیدا میکنه. بعد از 3 ماه پروتئین‌های موجود در تخم مرغ باعث عضله‌سازی میشه. بعد از 6 ماه پوستتون صاف و ارتجاعی میشه و چین و چروکش هم از بین میره، چون که تخم مرغ حاوی آنتی اکسیدان و اسیدامینه و مولکول‌های بیواکتیوه. 8 ماه بعد بدنتون در برابر بیماری‌ها مقاوم میشه. به ندرت سرما می‌خورین و خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناکتون کمتر میشه. 1 سال بعد وقتی به عکساتون نگاه میکنین ممکنه خودتون رو نشناسین. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دوستتون دارم شدید. به مدت مدید سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید.